یک زن میتواند صدها مرد در گرد خودش جمع بکنه. در افیرها وقتی میبینیم صدها مرد در گرد یک زن جمع میشوند و فقط یک زن افسوجداد میکنند. اما متاسفانه یک مرد یافت نمیشود که از همین کار گناه منع کنه. یک بار بگه که همین کار شما حرامه، نکنی همین کاره. ایره یقین بدانه که وقتی که ما و شما کاری منکره، کاری حرامه ببینیم و منع نکردیم، عذاب الله که اومد همه را فرا میگیره. یکی از سببهای عذاب آمدن قوم بنی اسرائیل را خداوند بیان میکنه که كانوا لا يتناهون عن منکر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. اونها از کار گناهی که میکردند یکدیگرش باز نمیداشتند و چه کاری بدی انجام میدادند. پس ایره یقین بدونه که وقتی از گناه باز نمیداره انتظار عذاب الله باشه.